ما کلا توی زندگیمون با قانون احتمال زندگی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من امروز با ماشین میرم بیرون و احتمال میدم که سالم به مقصد برسم. من یه بیزینسی رو شروع میکنم و احتمال میدم که مشتری های زیادی داشته باشم. من با یه شخصی ازدواج میکنم و احتمال میدم که با اون شخص خوشبخت بشم. یعنی که ما هر کاری رو انجام میدیم احتمال میدیم که بتونیم توی اون کار موفق بشیم، بتونیم اون چیزی که مد نظرمونه توی ذهنمونه رو ایجاد کنیم و این باعث میشه که ما حرکت کنیم و یه کاری رو انجام بدیم. یعنی اینکه در جا نزنیم، یه جای متوقف نشیم و احساس ناتوانی نکنیم، فکر نکنیم که خب از من کاری بر نمیاد، من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. و با این احتمالات، یعنی با اینکه کاری که حسمون بهمون میگه انجام میده، تو زندگی پیش میریم، در حالی که هیچ چیزی تضمین شده نیست. این که ما بعضی وقتا تو ذهنمون فکر میکنیم که نه خب چه تضمینی پشتشه، این کار چه تضمینی پشتشه. هیچ تضمینی تو هیچ جای زندگی اگر که دقت کنیم تو هیچ چیزی نیست. حتی توی این که من 1 ثانیه بعد نفس میکشم هیچ تضمینی نیست. پس یعنی ما با احتمالات پیش میریم و اعتماد میکنیم به اون راهی که داریم میریم و انجامش میدیم، به خاطر اینکه ما تا زمانی که ضربان قلبمون داره میزنه، تا زمانی که داریم زندگی میکنیم، اومدیم که امتحان کنیم چیزهای جدید رو و احتمال بدیم که اون چیزی که مد نظرمون اتفاق بیفته. کمترین حالتش اینه که احتمالات ما مثلا زمانی که بیزنس رو شروع کردیم ممکنه زودتر یا دیرتر از اون چیزی که مد نظر ما اتفاق بیفته، یا ممکنه که توی اون بیزنس یه ایده دیگه رو کشف کنیم، یا ممکنه که زمانی که شما با یه شخصی آشنا میشید، مثلا یه مقداری که گذشت و یکم آشنایی بیشتر پیش رفت، اون موقع احساس کنید که خب نه، این شخص مناسب شما نیست. منظور اینه که ما یه جایی ایستا نیستیم، ما یک جایی در جا نمیزنیم، ما حرکت میکنیم و با احتمالات پیش میریم و اعتماد میکنیم به اون جریان زندگی، به اون مسیری که هست. چون به هر حال ما هیچ وقت نمیتونیم هیچ چیزی رو توی دنیا تضمین کنیم. یعنی هیچ چیزی رو شما نمیتونید تضمین کنید. دیگه کم ساده ترین چیزهایی که به خودمون مربوطه، مثلا سلامتیمون که تحت کنترل خودمونه، نمیتونیم تضمین کنیم که ما 1 دقیقه بعد زنده هستیم. دیگه چه برسه به چیزهایی که خارج از وجود ماه که ما اصلا هیچ کنترلی روشون نداریم. پس اقدام میکنیم و احتمال میدیم که اون چیزی که مد نظر ما اتفاق میفته و اینجوری باعث میشه که هم ما چیزهای جدید یاد بگیریم، هم تجربه های جدید داشته باشیم و همین که حرکت کنیم، همین که یک جایی در جا نزنیم، احساس استیصال نکنیم، احساس درموندگی نکنیم، افسردگی نمیگیریم و اعتماد به نفسمون بیشتر میشه، به توانایی هامون بیشتر باور داریم و امتحان میکنیم اون چیز مورد نظر رو تا ببینیم که در نهایت میخوایم که چه کارهایی رو انجام بدیم. امتحان کنید و احتمال بدید که اون چیزها قرار اتفاق بیفتن و در نهایت اعتماد کنید به مسیری که دارید میرید.